بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، این کتاب را چگونه که ما البته بارها بیان کردیم، یک گروه از علما جمع آوری کرده هستند. یک گروه از علماها جمع آوری کردند کتاب فقه میسر مطابق کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. البته ما 5 باب را گرفتیم و در باب ششم ما قرار داریم. باب ششم الباب السادس، باب ششم فی المسح علی الخفین والعمامه والجبیره، درباره مسح کردن بر روی خف محسی رو میگویند و عمامه سلا و جبیره شکستن بندی ها و همچنین خمار زن. همچنین در این باب محسی مسح کشیدن یک چند مسئله هایی است. اولا خف چی است؟ و خف چی معنی دارد؟ خف هو ما یلبس علی الرجل، میفرماید که خف چیزی است که بر پای پوشانده می شود، من جلد و نحوه، چی از جلد از پوست باشد یا آن چیزی که قائم مقام پوست هست، مثلا نسکی یا که چیزای پشمین یا که توجیکا با یک چیزی پیتو میگویند یک لتر در گردی پایت میکشی میپیچانی. همه این چیزها در حالتهای خود که اینها را ذکر مینماییم برای انسان جایز و روا میباشد. و مسئله اول، المسأله الاولى حکم مسح علی الخفین و دلیله. مسئله اول حکم مسح کشیدن بر همین محسی و دلیل های مسح کشیدن بر خف بر محسی اجازه داده شده است از نگاه شریعت و همه عالمان اهل سنت و الجماعت بر این عقیده موافقند. یعنی تمام اتفاق اومد بر این است که بر بالای محسی مسح کشیدن جایز و رواست. این یک سبوکی است از جانب الله سبحانه و تعالی، بر بندگانش برای آسان گردانیدن عبادت و برطرف کردن دشواری و مشقت ها می باشد که انسان با سر بلند بتواند عبادت الله سبحانه و تعالی را بجا بیارد. و دلیل بر اجازه دادن مسح کشیدن بر محسی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و اتفاق عالمان است. از جمله سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث هایی که با اعتماد هستند، حدیث های باورناک، یعنی صحیح و درست در این مورد بسیار است که ثابت شده است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله بر بالای نسکی که محسی خود مسح کشیدند و بر آن فرمان دادند و بر آن اجازه دادند. امام احمد که صاحب مذهب است، برای هر یک ما و شما مشهور و معروف است، معلوم است، صاحب سنت، ناصر سنت، نصرت دهنده سنت، رحمه الله رحمت واسعه، میفرماید که لیس فی قلبی من المسح شیء، در قلب من از مسح کشیدن یگام ذره شک نیست، فیه 40 حدیثا عن النبی صلی الله علیه و سلم، که در آن 40 حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. 40 حدیث در بیان مسح کشیدن امام احمد میفرماید، یعنی هیچ تردید و شک من در دلم ندارم مادامی که 40 حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد ثابت شده باشد. و حسن بصری رحمه الله تعالی میگوید، حسن بصری برای هر یک ما معلوم است، یکی از عالم های معتبر و معروف و مشهور، میگه حدثنی 70 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، 70 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به من نقل کردند. حسن بصری تابعین است. 70 صحابی که میگه بر من نقل کردند. چی نقل کردند؟ انه مسح علی خفین، آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر محسی خود مسح کشیدند. حدیث جابر ابن عبدالله است که میفرماید که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بال ثم توضا و مسح علی خفین، دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قضای حاجت کردند، پس وضو گرفتند و بر خفین خود بر همین محسی خود مسح کشیدند. این حدیث رو امام مسلم با رقم 272 روایت کردند و همچنین همین مانند را امام بخاری حدیث مغیره است در باب مسح کشیدن بر محسی یا که جورب، حدیث 203 ذکر کردند. و اعمش از ابراهیم نقل میکند کان یعجبهم هذا الحديث، انا همین حدیثی که ما برای شما گفتیم که دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قضای حاجت کردن، سپس وضو گرفتن، سپس مسح کشیدن، میفرماید که تابعینا علمای بزرگ میگه این حدیث برای ما خوش می اومد، ما این حدیث رو قبول کردیم، این حدیث نزد ما بسیار پسند اومد، چون جابر بعد نزول سوره مائده که در بیان احکام وضو صورت میگیرد اسلام آوردن، مسلمان شدن. این دلیل ها از سنت و اقوال علما ها، دلیل بر اجماع اتفاق علما. میفرمایند که وقد اجمع علماء من اهل السنه والجماعه على مشروعیت فی السفر والحضر لحاجه او غیرها، علما از اهل سنت والجماعت در مشروعیت، یعنی جایز بودن و درستی مسح کشیدن در سفر و در حاضر بودن اتفاق دارند. نوباست از اینکه انسان حاجت دارد یا نه، خوب گوش دهید، نوباست بر اینکه انسان حاجت دارد، نیاز دارد یا که نه، یعنی در تمام حالت برای انسان جایز است. چون بعضی از مردم میگن که این فقط در حالت مشقت است، فقط در حالت سختی است، فقط در سفر است. نه، در همه حالت برای انسان جایز و روا است. این اتفاق علما است در این. و مسح کشیدن بر جورب جایز است اگر انسان آن محسی را بپوشد که آن جورب را بپوشد که پای انسان را بوجلک انسان را بپوشاند. و جورب گفته آن چیزی است که بر پای پوشیده می شود و پوست انسان را نگاه می دارد
میشود از دیدن. یگم متاع از یگم لطه است، از یگم متاع است. خیلی جوراب رو همگی ما شما میدونیم که چی است. مانند متاع پختگی باشد، پشمی باشد، هر سه باشد درست میگردد. جورابش میگویان یا که شورابش میگویان، در بین مردم معروف است. هر وقت که چی ضرورت پیدا شد، چی بدون ضرورت، برای انسان اختیار دارد، میتواند محض بکشد و میتواند آن را خوب استفاده برد، چگونه که برای انسان جایز و روا و لازم است. و امروزها در بین ما مردم در زمان پیش مشهور بود همین محض از چیزای پشمین، از چیزای پشمین یا که چیزای چرمین مشهور بود. اما امروز در زمان ما و شمایان به نهایت مشهور شده است جوراب در بین مردم، با نوعهای گوناگون جایز است پوشیدن آنها و ماسک کشیدن بر آنها. مسئله دوم، شرایط ماسک کشیدن بر جوراب یا که نسکی و چیزهایی که به جای آن استفاده برده می شود. برای آنکه محض بر محسی درست باشد 5 شرط اساسی وجود دارد که علماها آن را بر احادیث های نبوی و قاعده های عمومی شریعت برآورده اند. 5 شرط اساسی. این شرط را باید رعایت کرد. وقتی که انسان میخواهد محض بکشد بر نسکیش یا که بر جورابش یا که بر محسیش با هر چیزی باشد، باید این 5 شرط رعایت شود. یکم، با پای طهارت پوشیدن این جوراب، این محسی با پای طهارت پوشیدن آن، یعنی جوراب باید بعد از وضو گرفتن شستن پایها و همچنین پوشیده شود. دلیل آن حدیث مغیره ابن شعبه است رضی الله عنه، گفتند با رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر بودم، خواستم که همین محسی های پیامبر از پاش بکشم برارم. رسول الله در حال گفتند که دعهما، بگذار اینها را، فانی ادخلتهما طاهرتین، به درستی که من این محسی خود را با پای پاکیزه با پای طهارت پوشیدم. فمسح علیهما، سپس بر بالای آنها ماسک کشید صلی الله علیه و سلم. دوم شرط، پوشیدن آن جای فرض را. محل فرض چیست؟ آن بوجلک است، یعنی که از بوجلک بالا باشد، یعنی که آن نسکی یا که آن جوراب یا که هر چیزی که انسان باید میپوشد بر بالای آن ماسک کشیدن جایز است. قسمتی از آن همین پای را بپوشاند که در وضو گرفتن شستن آن شرط است که در باب وضو ما را بیان کردیم. همین استخوانی که برآمده است این را بوجلک میگویند، همین رو باید بشود، همین رو باید بپوشاند. سوم، مباح بودن آن همین چیزی که تو باید استفاده میبری، یعنی که آن همین نسکی یا که محسی که تو میپوشی باید برای حلال به دست آورده باشد. مثلا در چیز دزدیده شده یا با زوری گرفته شده درست نمیگردد، نباید این کار انسان انجام بدهد. و همچنین برای مردها در نسکی های ابریشمی، نسکی های ابریشمی هم چیز ابریشم برای مردهای این امت حریر میگن حرام گشته است و درست نیست، ناجایز و مانع است. و همچنین صفت چهارمی که محض کشیدن جایز و روا است، این پاک بودن ان همون محسی، یعنی که جنس ان پاکیزه باشد، نجس نباشد. مثلا از پوست حیوان های حرام نباشد یا که از پشم حیوان های حرام نباشد، ساخته نشده باشد، وگرنه محض بر آن درست نمیگردد. و پنجم، وقتی معین شده برای ساکن مقیم یک شب و یک روز 24 ساعت از اول محض کشیدن شروع می شود، از اول محض کشیدن نپوشیدن. برای مسافر 3 شب و 3 روز که 72 ساعت رو در بر میگیرد. پس از انجام این مدت برای مقیم یک شب و یک روز 24 ساعت، برای مسافر 3 شب و 3 روز 72 ساعت دیگه محض کشیدن جایز نمیگردد، باید پای شسته شود. بارک الله فیکم. مسئله سوم، طرز درست و صفت محض کشیدن بر نسکی یا که محسی. اولا جای محض کشیدن شریعت اجازه داده است برای ما و شمایان که ما بر بالای محسی محض بکشیم، نه بر پایان آن. و مقداری که محض کشیده می شود یا که محض نامیده می شود بالای آن است، غالبیت آن، قسمت زیادی بالای آن باید هنگام تر میکنه دستان را میشک. علما میفرمایند که بهتر آن است که اکثری بالای آن محض کشیده شود. و طرز محض کشیدن، دستان را تر میکنی، شخص دستان انگشتان خود را، کف دستان خود را تر مینماید، از طرف انگشتان به سوی زانو میخه بالا، به سوی بالا میخه میکشد بالای آن همو محسی را. و دلیل آن حدیث مغیره ابن شعبه رضی الله عنه که ما گفتیم، میگه رأیت النبی، میگه من پیامبر دیدم صلی الله علیه و سلم یمسح علی خفای، بر بالای همو خفای خود مس میکشید، جوراب خود مس میکشید، محسی خود مس میکشید. بارک الله فیکم. و این محس رو بر پایان آن کشیدن جایز نیست، از پایان آن، از زیر آن. بارک الله فیکم. و دلیل آن حضرت علی رضی الله عنه میفرماید که خلیفه چهارم، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح، اگر دین بر رأی بر عقل و فکر میشد، پس پایان خف، پایان محسی بیشتر سزاوار محض کشیدن بود از بالایش دیده. و میفرماید که لقد رأیت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه من با درستی رسول الله را دیدم، یمسح علی ظاهر خفه، این که رسول الله بر ظاهر و پشتی بر بالای آن محض میکشید، نه با پایان آن. اگر کسی هم بر بالا هم بر پایان محض بکشد، شاید این گونه انسان دیده شود، که ما ندیدیم تازه را، شاید اگه دیده باشد، ما ندید، من ندیدم که هم بر بالای آن هم بر پایان آن محض بکشد. نماز انسان صحیح میگردد، ولی این عمل مکروه است، عمل ناخوشایند است، عمل ناخوشایند دونسته میشود. به خاطر چیز؟ زیرا خلاف سنت است. علما میفرمایند زیرا خلاف سنت است. خلاصه محض تنها بر روی خوف کشیده میشود، محض بر پایان و بر عقب کشیده نمیشود و کفایت میکند که بر بالای آن و بیشتری از آن تمام محض بکشی. مسئله چهارم، مدت آن. البته ما گفتیم برای مقیم، کسی که مسافر نیست، مدت محض کشیدن آن یک شب یک
روز 24 ساعت و برای مسافر کسی که سفر در سفر برآمده است نماز رو کوتاه میخواند قصر میخواند مدت آن 3 شب و 3 روز 72 ساعت میباشد و دلیل آن حضرت علی رضی الله عنه میباشد که فرمودند که جعل رسول صلی الله علیه و سلم 3 ایام و لیالیهن للمسافر، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مسافر 3 شبانه روز و برای مقیم 1 شبانه روز را و یوما و لیله للمقیم 1 شب روز از برای مقیم را قرار دادند. و اینجا مسئله میشود که شاید بیشتر ما از این به خبر باشیم و اما کسانی که در درس‌های گذشته اشتراک کرده بودند آنها با خبر هستند. مدت آن از کجا شروع میشود؟ بله از دوم میشود. پس مدت زمان از اولین وقتی که انسان بر پای افضال خود محض میکشد، بر نسکه خود محض میکشد، بعد وضو گرفتن نیست. بعد وضو گرفتن که نسکه میشه بعد این نیست، بلکه هنگامی که طهارت انسان میشکند در آنجا بعد آن وضو میگیرد در آنجا محض کشیدن شروع میشود. برای یک مثال بزن تا که برای شما با روشن‌تر شود. مثلا در نماز پیشین یک کس طهارت گرفت و نسکه های خود را جوراب های خود را پوشید، در اینجا محض نمیکشد، بلکه در نماز عصر هنگامی که طهارت او شکست طهارت گرفت در اینجا محض شروع میشود و از همینجا حساب شروع میشود تا عصر، تا همین وقتی که بود. بارک الله فیکم. پس خلاصه کلام برای مقیم 1 شب 1 روز حسابش از کجا شروع میشود؟ از مدت شکستن طهارت و وضو نو گرفتن. برای مسافر 3 شب و 3 روز این مدت باید رعایت شود. این مدت باید رعایت شود. اما اگر که این مدت تمام شد، مثلا حاضر من طهارت گرفتم در نماز شام طهارت گرفتم، پگاه تا شام رو من فرصت دارم، نه که پگاه نماز شام رسید طهارت من تا حال نشکسته است، مثال ده در این هنگام محض انسان میشکند به اتمام رسیدگی است، نه که طهارت انسان باقی ماندگی است و اتمام رساندن مدت این سبب باطل شدن طهارت انسان نمیگردد. فهمو انسان با پای طهارت که در محض کشیدگی باشد آنها را اگر بکشد طهارت انسان باطل نمیشود، بلکه هم محض کشیدگی باطل میشود. اما دین بار اگر که خاص طهارت بگیرد پس آنها را چکار مینامد؟ محض میکشد. مسئله پنجم، چیزهایی که محض کشیدن را باطل میسازد. محض برخوف در حالتهای زیرین بیکار یا باطل میگردد. یکم روی دادن چیزی که غسل را واجب میگرداند، هنگامی که غسل واجب گشت محض انسان باطل میشود. مثلا حدث اکبر که غسل را جنابت را واجب میگرداند، به مثل جنابت، حیض، نفاس بر شخص واقع میشود، در این هنگام دیگه محض انسان باطل میشود چون تمام بدن را شستن واجب است. و دلیل آن حدیث صفوان ابن اسال است رضی الله عنه که روایت میگه که نبی صلی الله علیه و آله این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یأمرنا اذا كنا سفرا، ما را امر میکرد هنگامی که در سفر بودیم، الا ننزع خفافنا، این که ما محضی های خود رو نکشیم 3 ایام و لیلهن 3 شب و 3 روز، الا من جنابه، مگر اینکه در حال جنابت باشیم. دوم آشکار شدن قسمت بیشتری از آن محض باطل میگردد. اگر قسمت بیشتری از آن اگر که آشکار شد پس محض کشیدگی انسان چیز بیکار میگردد. مثلا روی پنجه های پای با همراهی کف پای اگر که کشوده شد تا نسکی انسان درد کشوده شد، در این حالت چیز محض کشیدگی انسان باطل میگردد و در این محض کشیدن جایز نمیگردد. در این گونه نسکی یا کشیدن و برآوردن نسکی سبب بیکار شدن محض میگردد. اگر انسان هر دو این محضی رو اگر که بکشد، هر دو آن را بکشد ببرارد، محضش باطل میشود. این قول اکثر علما است. اما برآوردن یکی از آنها در اینجا علما گفتن که چیز سبب شکستن محض انسان هم میگردد یا قسمتی از آن، هر دویش رو شرط گذاشتن اگرچه که در دوم اختلاف هم باشد. چهارم تمام شدن مدت محض، مدت آن برای مسافر 1 شب 1 روز، برای مقیم 3 شب و 3 روز. زیرا شریعت این محض کشیدن را در زمانهای معین محدود کرده است، نه از آن زیاد باید نباشد. پس خلاصه کلام محض کشیدن در حالت زیرین باطل می شود. حدث اکبر که لازم است که تمام بدن باید شسته شود، کشیدن هر دوی آن یا که بیرون آوردن هر دوی آن یا که قسمت بیشتری از پای ظاهر یا که نمودار گردد. بارک الله فیکم. مسئله ششم که الکی ما را بیان کردیم، اولین شروع محل محض کشیدن و مهلت آن و آغاز آن. ما گفتیم که حالت محض کشیدن 24 ساعت برای مقیم، 72 ساعت برای مسافر بود. وقتی اولین آغاز آن که شخص باید که هنگامی که وی رو میباشد از این حالت نیست، یعنی هنگامی که طهارتش میشکند و از برای طهارت کردن برمیخته در این حالت محض میکرد از اینجا شروع میشود. چون که مثال ها زدیم، مثلا اگر کسی برای نماز صبح وضو گرفت و سپس این نسکی را پوشید، پس از برآمدن آفتاب طهارتش شکست، ولی این انسان نزدیکی ظهر به نماز ظهر نزدیکتن طهارت گرفت، در اینجا سپس انسان چیکار می‌نماید؟ وقتی که طهارت را کامل می‌نماید محض میکشد، بر نسکی با جوراب هر چی باشد محض میکشد بر بالای آن. از اینجا مدت شروع میشود، نه از محل پوشیدن بلکه از محل محض کشیدن. پس محل آغاز مهلت این شکستن وضو است. بارک الله فیکم. اختلاف بعضی از علما در ذکر دوباره میشد، میگه بعضی از علما گفتن که مدت از زمان محض آغاز میشود میوبد، یکی از آغاز پوشیدن. بعضی از علما این رو گفتن، که قول صحیح و درست که علما بیشتر از علما چون یک بیانش ذکر دوباره مینمایند
از حالت چی است؟ از حالت شکستن وضو است. این قول مشهور است و جمهور علما بر این فتوا داده هستند. بارک الله فیکم. مسئله هفتم ماسک کشیدن بر شکسته بندی، بر سله و ریمول زنان خمار میگویند. اولا ماسک بر شکسته بندی بسته هایی که زخم بسته میشود جبیره میگویند. آن چیزی که مثل چوب یا که گیپس میگوییم و دیگر وسیله هایی که برای بستن استخوان شکسته شده برقرار شدن آن استفاده برده میشود. حکم ماسک کشیدن بر این جایز است و همچنین ماسک کشیدن بر اگر انسان یگام جایش میوب باشد لطقت پیچونده شود یا هر زخمی که شونده میشود. بارک الله فیکم. یا که مثلا که گیپس باشد یا اینکه اسکوچ کرده شده باشد، هر شرایطی که باشد، هر چیزهایی بیکی طبیب بر تو آن را روا دانسته است و شرط این است که تنها در حالت ضرورت باشد. اگر از احتیاجش دیگه زیادتر شد پس در این حالت شرط نمیگه، جایز نمیگه که انسان ماسک بکشد. و ماسک کشیدن در این حالت ها در همین جای شکسته بندی که ذکر شد، چی حدث اکبر باشد که غسل برای انسان واجب میگردد، چی در این حالت باشد چی حدث اصغر باشد که طهارت گرفتن لازم میگردد، در این حالت ماسک کشیدن جایز میگردد. هر دو حالت جایز است. مثلا انسان دستش میوب شد، پایش میوب شد و غسل برای واجب گشت، باید غسل نماید، طهارت بگیرد. همون موضوع هایی که لازم است که در باب غسل ما ذکر می‌نماییم ان شاء الله، هم موضوع رو میشید این باقی مانده را ماسک میکشد و نمازش رو میگذارد. و مدت این ماسک کشیدن بر این شکسته بندی ها مدتی ندارد، مدتی معین ندارد، تا وقتی که همین زخم شفا بیابد، تا وقتی که طبیبی معروف و معلومه بر تو این رو اجازه داده شده باشد. مثلا میگه که 2 هفته همین رو باید تو نکشی، برای 2 هفته اجازه میشود که تو همین رو استفاده بری. بارک الله فیکم. الله خیرتون دهد. پس مسئله دیگر ماسک کشیدن بر عمامه، بر سله، همون لطه در گرد سر پیچونده میشود برای مردان. سله، این سله امر مستحب است گذاشتن آن، نه سنت بلکه امر مستحب است و ماسک کشیدن بر بالای آن نیز جایز و روا است. دلیل آن حدیث مغیره ابن شعبه است رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و بر عمامه، یعنی که بر سله خود ماسک کشیدن. انسان باید آن را چیز بر طهارت بپوشد، باید طهارت کردن و مدت آن را رعایت کند. همچنین کشیدن بر روی مال، زنها حالاتهای قرار میگیرد که بر خمار بر روی مال در یک جای قرار میگیرد، در یک قد کوچه است، در یک خانه بیگانه است، یک جای دیگر اجازه دارد که چیز روی مالش رو نکشد که براش مشقت میشود، در یک جای دیگر قرار دارد، برای جایز میگه که ماسک بکشد بر خمار. و خمار روی مال است که زنان بر از بالای سر خود آن را میپوشند و اصل باید چیز زن مستقیما بر سر خود ماسک بکشد، اما حالات ضرورت بر روی مال خود که نامحرم ها باشد یا که بالایش مشقت میشود این کار، یگام جو میراد مثلا یگام جای دیگر مهمونی، یگام کار دیگر خلاصه کلان سبب مشقتش بگردد، در این حالت برای انسان ماسک کشیدن بر بالای همون روی مال خود جایز میگردد از اینکه روی مالش رو بکشد یا که خمارش رو بکشد. اما اگر مشقت نباشد برای انسان بهتر است که چیکار نماید، بر بالای سر خود ماسک بکشد. یا که بیمار باشد، مثلا بیماری در سر داشته باشد، اینم حالت جایز است. و همچنین میفرمایند که بر سر زن حینه میکنه، مثلا زن یا که روغن مولد داشته باشد در حالت‌های ضرورت که وقتی نماز است، بر بالای آن ماسک کشیدن جایز و روا میشود، جایز و روا هست. و در همین جا در بیان ماسک کشیدن بر این حالت‌ها، بر این قسمت‌ها به اتمام میرسد. اگر که ما زنده و سلامت باشیم، درس دیگر با همراهی شمایان مفصلا در بیان غسل و حالت‌های آن بر شما ذکر و یادآوری می‌نماییم باذن الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.